خداوند این هستش که ما در همه حوزه‌های زندگیمون در موفقیت و پیروزی کامل زندگی کنیم. این حوزه‌های زندگی ما شامل سلامتی روحانی، سلامتی جسمانی، سلامتی فکر و احساسات، وضعیت شغلی و خدمتی ما، زمان تفریح و استراحتمون، رابطمون با دوستان و فامیل و فرزندانمون، رابطمون با همسرمون و وضعیت امور مالی ما هستش. همونطور که میبینین همه این حوزه ها به نوبه خودشون روی زندگی ما تاثیرگذار هستن. امروز میخوام به طور مخصوصی در مورد یکی از این حوزه ها با شما عزیزان مطالبی رو در میون بذارم. این حوزه در واقع وضعیت امور مالی ما هستش. برای خداوند وضعیت امور مالی ما از اهمیت زیادی برخوردار هستش، چون میبینیم که در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس به این مسئله اشارات زیادی شده. آیا امروز میخواین که برکات خداوند در زندگی شما جاری بشه، مخصوصاً در امور مالیتون؟ امیدوارم که این خواسته دلیتون باشه، چون خداوند یه سری اصولی رو برای ما در اختیار ما گذاشته که واقعاً باعث میشه که از برکات خداوند در زندگیمون بهره مند بشیم. این اصول در واقع اطاعت از روی احترام هستش. منظورم چی از اطاعت از روی احترام؟ یعنی که روحیه‌ای رو داشته باشیم که خداوندا هر آنچه که من دارم، همه برکاتی رو که تو توی زندگی من آوردی، همش از آن توه، همش از سمت توه. پس زمانی که من برکات مالی به هم میرسه، میخوام اول قسمت امور مالیم رو به تو تقدیم بکنم. وقتی که ما این روحیه رو داریم که میخوایم خدا رو در همه قسمت‌های زندگیمون و مخصوصاً در امور مالیمون اول بذاریم، خداوند برکاتش رو در زندگی ما جاری میکنه. کلام خدا در این مورد به ما میگه در امثال 3:9 که از دارایی خود برای خداوند هدیه بیاور، نوبر محصولت را به او تقدیم نما و به این وسیله او را احترام کن. آنگاه انبارهای تو پر از وفور نعمت خواهد شد و خمره‌هایت از شراب تازه لبریز خواهد شد. آیا امروز میخواین که انبارهای شما پر از برکات خداوند بشه؟ آیا امروز میخواین که خمره‌های شرابتون پر از برکات خداوند بشه؟ تشویقتون میکنم که جایگاه خداوند رو در زندگیتون اول قرار بدین. قبل از شغلتون، قبل از همسرتون، قبل از بچه‌هاتون و قبل از هر چیز دیگه. مورد دیگه ای هستش که در این اصل خداوند در کتاب مقدس با ما بیشتر صحبت میکنه و اون در مورد اعتماد کامل به خدا هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تورم بالاه، وقتی که خشکسالی هستش، وقتی که وضعیت مارکت خراب هستش، ما کاملا اعتمادمون رو به خدا بذاریم، نه به دست انسان و نه به وضعیت اجتماعی دنیا. کلام خدا به ما در این مورد اینطور میگه 10 دارایی خود را به طور کامل به خانه خدا بیاورید تا خوراک کافی در آنجا باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید چگونه روزنه‌های آسمان را باز خواهم کرد و شما را از برکات خود لبریز خواهم ساخت. اینو در ملاکی 3:10 میخونیم. در تنها جای کتاب مقدس که خداوند به ما گفته من رو امتحان کن و ببین که آسمان رو برات باز میکنم و آنچنان برکاتی در زندگیت میریزم که برای اون جای کافی نداشته باشی. آیا امروز حاضر هستین که انقدر برکات خداوند در زندگیتون ریخته شده باشه که جای کافی براش نداشته باشین؟ پس 10 خودتون رو به خداوند تقدیم بکنین، اون طوری که در دلتون خداوند میذاره، با شادمانی هدایای خودتون رو به خداوند تقدیم کنین، چون کلام خدا به ما وعده داده که این کار رو برای ما خواهد کرد. مورد دیگه ای هستش که یکی از اصولی هستش که در مورد مسائل مالی ما هستش و اون در واقع طرز تفکر ما هستش. طرز تفکر ما در مسائل امور مالی ما باید با طبق کلام خدا تجدید بشه. یعنی چی؟ یعنی که آیا ما طرز تفکرمون محدودگراست یا فراوانگرا هست؟ یعنی وفورگرا هست. یعنی چی؟ یعنی آیا ما اعتماد داریم
که خداوند قادر هستش که به فراوانی تمام نیازهای ما رو برای ما فراهم بکنه و حتی زیاده تر از اون رو به ما بده. امیدوار هستم که واقعا این دل شما باشه و این واقعا اعتماد شما باشه که بدونین که خداوند خدایی هستش که ما برای اون چیزهایی که ما حتی تصورش رو میکنیم قادر هستش که به زندگی ما برکاتش رو بریزه. کلام خدا در دوم قرنتیان 9:8 به ما میگه اما خدا قادر هست که هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. آیا میخواین که امروز آنچنان برکاتی در زندگیتون جاری بشه که نه فقط مسائل خودتون رو بتونین حل بکنین، نه فقط تمام احتیاجات خودتون رو بتونین از پسش بر بیاین، بلکه کمک به کسانی که در نیاز هستن بکنین. این وعده خداوند هستش که به شما میگه وقتی که اون رو اول قرار بدین، وقتی که اجازه بدین فکرمون تبدیل بشه، تجدید بشه طبق کلام خداوند و اعتماد کامل بهش داشته باشیم، خداوند قادر هستش که برکاتش رو در زندگی ما جاری بکنه. نکته بعدی در اصول امور مالی ما سخاوتمندی هستش. در طول کل کتاب مقدس ما میخونیم که خدای ما خدای سخاوتمند هستش و اون هیچ چیز خوبی رو از ما منع نکرده. اون یگانه فرزند خودش رو به عنوان هدیه به ما داد تا ما بتونیم زندگی دوباره داشته باشیم. پس امروز اگر ما فرزندان خدا نامیده شدیم و میخوایم شبیه عیسی مسیح باشیم، باید در عمل سخاوتمند باشیم. کلام خدا در این مورد به ما میگه که بلی خدا به فراوانی به شما عطا خواهد کرد تا شما نیز با سخاوت به دیگران کمک کنید. عزیزان، این اصولی هستش که در مورد امور مالی ما در کتاب مقدس ازش ذکر شده. اگر که واقعا میخواین برکات خداوند رو در زندگیتون تجربه بکنین، ازتون دعوت میکنم که مانع این نباشین که برکات خداوند در زندگیتون جاری بشه. امروز با تمام وجودتون به خدا اعتماد کنین که اون هستش که برکت به شما میده. امروز واقعا طرز فکرتون رو اجازه بدین که تجدید بشه با کلام خدا و دعا میکنم که در سخاوتمندی راه برین و دعا میکنم که خداوند رو قبل از هر چیزی قرار بدین و اجازه بدین که خداوند دریافت بکنه اون روحیه‌ای رو که شما دارین که اون رو قبل از هر چیزی قرار میدین. نکته دوم این هستش که خیلی از شما عزیزان میپرسین خب این هدایامون رو باید به کجا بفرستیم؟ هر جایی که خداوند در قلبتون قرار میده. اول ما باید از خداوند بپرسیم روح القدس به ما بگو که این هدایایی رو که ما باید از اول حقوقمون، نوبر حقوقمون به حضور خداوند بیاریم به کجا میخوایم ما بدیم. نکته دوم این هستش که از کجا دارین تغذیه روحانی میشین؟ از هر جایی که دارین تغذیه روحانی میشین و میدونین که من اون خدمت داره واقعا قلمرو ملکوت خداوند رو گسترش میده، هدایاتون رو به اونجا بفرستین. و دعا میکنم امروز که نه تنها در قسمت‌های مالیتون خداوند برکات فراوان به زندگیتون بده، بلکه در همه حوزه‌های زندگیتون مبارک باشین.